این پارکی است که در برابر مسجد جامع هرات ساخته می شود که پیش از این در هنگام وزش باد خاک و گرد آن سبب اذیت نمازگزاران می شد. به همین منظور اداره تیکای ترکیه کارهای سرسبزی، نورپردازی، دیوارکشی، کاشیکاری و ساخت پیاده‌روها را در زمینی به مساحت 4900 متر مربع آغاز کرده است. این بخش 9400 متر مربع هست و شامل بخش‌های متفاوتی است. سرسبز ساختن هست، نورپردازی در اینجا وجود داره و کتاره و همچنین بخش مهم از اون کاشیکاریه. یعنی بخش‌های متفاوتی هست. از زمان عبدالله خان ملکی ها رودن 100 سال قبل کشی‌های در اینجا وجود داره. این کشی‌ها زیانمند میشد، گرد خاک بالای از اینا میشید، برف و بارش بالای از اینا میومد، اینا رو تیره و کدر میکرد. نهایت کوشش خور میکنیم که ما کار بکنیم، چون که این پروژه میشه گفت پروژه ملیه و حتی پروژه بین المللیه، کار باشه که انشالله ماندگار باشه. از سوی دیگر سفیر ترکیه و رئیس دفتر تیکا که در مراسم افتتاحی این پروژه شرکت کرده بودند، افغانستان و ترکیه را کشورهای دوست و نزدیک به هم می‌دانند و رساندن کمک‌های مردم ترکیه به مردم افغانستان را وظیفه خود می‌شمارند. مسجد جامع هم سرسبز باشه، هم سنگ فرشی باشه برای سر کار و غیر از اون دیوار احاطه های اون کاشیکار باشه و روی دیوارها هم حفاظت باشه. در ولایت های گوناگون کارهای انکشافی هست و زیربنایی هست، با خصوص قشر معلولین باشه که زیر هر کارهای مربوط به معارف و ساعت ما باشه کار میکنه. افغانستان تاریخ این وظیفه تاریخی ماست که کمک و برادری برادران ترک را به برادران افغان برسانیم و در هر گونه شرایطی چه دشوار و چه آسان در کنارشان بیستیم. ولی هرات نیز میگوید که این مسجد یکی از 5 مسجد بزرگ جهان است و با تکمیل کارهای بازسازی آن یک دستاورد مهم و تاریخی برای مردم افغانستان خواهد بود. از خطبا و متولی صاحب و هیئت امنا و خادما گرفته تا ادارات زیر مثل ریاست محترم حج و اوقاف، ریاست محترم اطلاعات فرهنگ، ریاست محترم شهرسازی که حقا در زیبایی مسجد جامع انقلاب آوردند. ما و شما در مقابل مکانی حضور داریم که در آینده نزدیک دروازه عمومی مسجد جامع شریف خواهد شد و این در تاریخ مسجد جامع یک انقلاب است. مسجد جامع هرات یکی از مهمترین و کهن‌ترین آبادات تاریخی کشور است که نزدیک به 800 سال قدامت دارد. در این اواخر امارت اسلامی نیز کار بازسازی بخش‌های تخریب شده این مسجد را آغاز کرده است. محمد مجیدی، رادیو حریت، هرات.